یک سال پس از حاکمیت پرچم سفیدان، طالبان از یک سالگی حاکمیتشان در افغانستان تجلیل کردند. نبرد خونین در شمال کابل، 40 طالب در پنجشیر اسیر مقاومتگران شدند. ایستادگی زنان در برابر طالبان، کارزار اعتراضی زنان همزمان با یک سالگی طالبان جریان دارد. و روایت ایران از برنامه امریکا. فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که امریکا به دنبال جنگ داخلی در افغانستان است. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. امروز 15 اگست برابر است با یک سالگی حاکمیت طالبان، حاکمیتی که در 12 ماه گذشته در کنار نارضایتی‌های داخلی رسمیت جهانی را نیز به دست آورده نتوانست. اما طالبان امروز 24 اسد را رخصتی عمومی و روز استقلال اعلام کردند. طالبان در کابل و ولایت‌های دیگر با موترهایشان در شهرها گشتنی و تیراندازی کرده و از این روز تجلیل نمودند. تجلیلی که به گفته برخی از شهروندان کشور باعث ایجاد ازدحام، ترس و اذیت مردم شد. آمار و اطلاعاتی که توسط نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های مستقل در یک سال گذشته منتشر شده از یک فاجعه تمام عیار بشری در افغانستان خبر می‌دهد. طالبان در یک سال گذشته نتوانستند از حملات خونین داعش در شهرهای مختلف افغانستان جلوگیری کنند و منازعه مسلحانه میان طالبان و جبهات مختلف این گروه در بخش‌های از افغانستان ادامه یافت. برخلاف وعده طالبان مبنی بر عفو عمومی، این گروه بازداشت گسترده و کشتار کارمندان دولت پیشین و مخالفان خود را براه انداختند. قتل، کشتار و شکنجه دولتی در یک سال گذشته به یک رویه معمول بدل شد. صدها هزار فرصت شغلی از بین رفت، بخش‌های اقتصاد، آموزش و پرورش و نهادهای ارائه کننده خدمات عامه با فروپاشی روبرو شدند. خبرها از شهرهای افغانستان می‌رساند که هر روز صف گداهای نشسته در کنار نانوایی‌ها طویل‌تر می‌شود. آمار نوزادان که از گرسنگی جان می‌دهند با سرعت بالا می‌رود و مردم در این یک سال به فروش اعضای بدن و فرزندان خود روی آوردند. طالبان در یک سال مانع بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان نیز شدند و در بسیاری از مکاتب پسرانه درس جریان ندارد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از 15 اگست 2021 تا 15 اگست امسال بیش از 1500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور بی‌سابقه نگران کننده است و طالبان به طور سیستماتیک حقوق بشری شهروندان را نقض کردند. ناامنی و حضور گروه‌های تروریستی در مرزهای افغانستان و تهدید این کشور برای همسایگانش نیز باعث نگرانی سیاستگران خارجی بوده است. اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به مناسبت یک سالگی حاکمیت این گروه تاکید می‌کند که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور نیست. در کنار تمام این موضوعات، طالبان برای به رسمیت شناسی از سوی جهان در یک سال گذشته تلاش‌هایی را انجام دادند که با عملکردشان در داخل کشور بی نتیجه مانده است. اما باید دید حکومتی که با زور تفنگ حاکمیت کشور را در دست گرفت آیا می تواند به عنوان یک دولت مسئول شناخته شده و دوام بیاورد یا خیر؟ نن موږ له خپلو شپږو ګاونډیانو سره له یو سره هم ستونزه نه لرو. دا ښه پرمختګ ده، دا ښه غوړېدلی سیاست ده. نه له تاجکستان سره مشکل لرو، نه له ازبکستان سره، نه له ترکمنستان سره مشکل لرو، نه له ایران سره، نه له پاکستان سره مشکل لرو، نه له چین سره، نه د سیمې له هیوادو سره. هم شیرخان بندر خلاص ده، هم حیرتان خلاص ده، هم مقینه خلاصه ده و هم تورغونډۍ و اسلام کلا، هم سپین بولدک و تورخم. در حالی که طالبان از یک سالگی حاکمیتشان در افغانستان تجلیل می کنند، جبهه مقاومت در پنجشیر پیشروی کرده و 40 تن از جنگجویان طالب را اسیر گرفتند. صبح امروز منابع محلی در پنجشیر با آماج گفتند که نیروهای جبهه مقاومت حمله هایشان را بر مواضع طالبان در این ولایت آغاز کردند. به گفته منابع این درگیری چندین ساعت ادامه داشت. منابع اضافه کردند که نخست ساعت 3 بامداد امروز نیروهای ویژه جبهه مقاومت عملیات تهاجمیشان را از قسمت‌های ولسوالی دره این ولایت علیه طالبان آغاز کردند. به گفته منابع سرازیر شدن سیلاب‌ها و مسدود شدن راه‌ها در پنجشیر جبهه مقاومت را در وضعیت بهتر قرار داده است. منابع افزودند که نیروهای کمکی طالبان نیز به دلیل بسته شدن راه‌های مواصلاتی این ولایت به سبب سرازیر شدن سیلاب‌ها به محل درگیری‌ها رفته نمی‌توانند. سبقت الله
احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ساعات پس از درگیری‌ها با نشر تصویرهای تازه از پنجشیر خبر داد که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه این جبهه 5 طالب کشته شده و 40 تن دیگرشان اسیر شدند. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری نیز درگیری‌های پنجشیر را تایید کرده و گفته است که شمار از جنگجویان طالب اسیر جبهه مقاومت شدند. آقای صالح اضافه کرده است پیروزی را به مردم افغانستان مبارکباد میگویم. یقین داشته باشید که بساط گروه جل و تبعیض از خاک پاک ما برچیده می شود. در عین حال صالح به یک سالگی تصرف افغانستان از سوی طالبان واکنش نشان داده و افزوده است 1 سال از آغاز چپاولگر و غارت مال مردم توسط ملیشه‌های بی‌ادب طالب مستولی شدن وحشت، ظلم، تبعیض و ستیزه بر ضد معارف، فرهنگ و هویت ما می‌گذرد. معاون پیشین رئیس جمهور خاطر نشان کرده است 24 اسد نقطه سیاه در تقویم ما است. رهایی از این اسارت حتمی است. طالبان تا اکنون در مورد رویدادهای اخیر پنجشیر واکنش نداشتند. زنان که به عنوان قربانی اصلی حاکمیت یک ساله طالبان شناخته می شوند، کارزار اعتراضی را مبنی بر محرومیت دختران از حق آموزش و عدم مشارکت اجتماعی و سیاسی برای انداختند. در حالی که طالبان امروز را استقلال اعلام کرده و تسجیل می کنند، اما تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به مناسبت یک سالگی تسلط طالبان بر کشور می گویند که برای آنان امروز ماتم ملی است. تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان از 1 سال به این سو به گونه‌های مختلف صدای اعتراضشان را در برابر طالبان بلند کردند. شماری از دیگر گروه‌های اعتراضی زنان یکجا در مکان سربسته گرد هم آمده و خواهان به رسمیت نشناختن طالبان از سوی جامعه جهانی شدند. آنان میگویند که باز شدن مکتب‌های دخترانه خط قرمزشان است. در همین حال شمار از بانوان و پسران با روش‌های مختلف از جمله نصب شعارها به جاده‌ها به مناسبت 1 سالگی تسلط طالبان بار دیگر اعتراض کردند. آنها میگویند که جاده‌های کابل هنوز هم به دست زنان معترض است. در گوشه دیگر کابل تیم بانوان عدالتجو و حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان نیز در یک فضای بسته گرد هم آمده و به مناسبت 1 سالگی به قدرت رسیدن طالبان در برابر آنان شعار سر دادند. به گفته معترضان تروریست خوب و بد ندارد. القاعده و طالب هر دو گروه تروریستی اند. این در حال است که با وجود اعتراضات زنان در 1 سال گذشته طالبان یا آنها را متهم به پروژه گرفتن از کشورهای خارجی کردند و یا هم گفتند که حقوق زنان را بر اساس شریعت میدهند که در این مورد رهبرانشان تصمیم گیرنده هستند. نماینده ویژه ایران در افغانستان میگوید که امریکا با سازماندهی گروه تحت عنوان جبهه مقاومت به دنبال ایجاد آشوب در افغانستان است. کاظمی قمی با دروغ خواندن مقاومت ملی در افغانستان ادعا کرده که امریکا 7000 نفر را در داخل خاک خود برای بکارگیری در برنامه‌های آتی سازماندهی می‌کند. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به دولت ایران به نقل از کاظمی قمی نوشته است امریکایی‌ها در تلاش برای ایجاد جنگ‌های مذهبی بین شیعه و سنی و همچنین بین قومیت‌ها هستند. این نخستین بار است که نماینده ویژه رئیس جمهور ایران چنین اتهام بر جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌بندد. جبهه مقاومت هنوز به این ادعای نماینده ویژه ایران واکنش نشان نداده است. این در حال است که امیر محمد اسماعیل خان از رهبران جبهه مقاومت برای نجات افغانستان در شهر مشهد ایران به سر می‌برد. کاظمی قمی در 5 سرطان 1401 در روزهای درگیری حمله طالبان بر مواضع مولوی مهدی در ولسوالی بلخاب و ولایت سرپل اظهارات مشابه را مطرح کرده بود، اما نام واضحی از جبهه مقاومت ملی افغانستان نبرده بود. آقای قمی در آن زمان به سیاستمداران افغانستان توصیه کرده بود که از قضیه بلخاب فاصله بگیرند، زیرا به قول او این جنگ را امریکا برآ انداخته است. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان همچنین ادعا کرده است که بعد از فرار امریکایی‌ها از داخل افغانستان شاهد پدیده ظهور داعش هستیم و اکنون نیز با کمک امریکایی‌ها بخش از مدیران و فرماندهان داعش از مناطق دیگر به داخل افغانستان آورده می‌شوند. او ادعا کرده است که متاسفانه بخشی از عناصر سازمان امنیتی دولت سابق در بخشی از انفجارهای بزرگ همکاری داشتند. و ای گفته است در طول 1 سال اخیر ما شاهد گسترش ساختار و تنوع عملیاتی داعش و حرکت این گروه به سمت مرزها هستیم.